جلم منظورت چیه؟ یو من تکمه جدیم دوستان سلام چندشون کلام نه بابا ندید پدید چیه کاملا عادی دارم رفت چه روز اولی کلاسمون کنکله مثل اینکه برای خوابگاه اقدام کردن باید توی بانک تجارت حساب داشته باشیم میریم که سلی چه توقعی داشتم از روز اولم خدا دانشگاهمون خوشگله ولی حالا نه اینکه به دردم بخوره ولی خب خوشگله باشگاه داره چقدر جالب باشگاه داره و فقط اون زمین نبود یه جای دیگه هم بود که قشنگ ترد میده اینا داشت و وسایل داشت و نایس
زندگی زیبا نیست ولی خب میریم کلاس فردا رو میپیچونیم و جمعه میایم که خونه رو مرتب کنیم و بعد شنبه زندگی روتین میگیره. با ما همراه باشید. موام شبیه موهای شهاب شده چون موهام لخته، هر وقت که میبندم موهام اینجوری میشه. مامان همیشه از بچگی اینجوری بود که شبیه شهاب میشه. مادر سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فردا بعد از کلاس زبانم قراره که چند تا وسایل ضروری برداریم بریم تبریز. یه خونه‌ای گرفتیم که نزدیک دانشگاهه و من قراره اونجا بمونم. خوبه واقعا که خونه گرفتیم چون فکر نمی‌کنم که میتونستم توی خوابگاه با 5-6 نفر دیگه یه جا بمونم. تک فرزندی would be like. آره دیگه بعد الان میخوام یه سری وسایلی جمع کنم که میخوام روزای اول اونجا داشته باشم، یه سری لباسایی که روز اول میخوام بپوشم. البته از نظر فنی روز اول نیست چون اون روزای قبلی که حالا ویدیوشون هم میذارم رفتم، ولی خب ترم بالای کلا این هفته ها رو نیومدم و از اونجایی که به خاطر برق و اینا تعطیل میشد واقعا این هفته حساب نمیشد و دانشگاه خیلی سود و کور بود و از این هفته دیگه مرتب هر روز میرم دانشگاه و آره ندید پدید بازی و اینا. ولی واقعا اینکه باشگاه داشت جالب بود. بریم با هم وسایل رو جمع کنیم. البته اینم بگم که ساعت 2:28 است. من مرد تنهای شبم. خب برای اولین چیزی که میخوام بردارم ایشونه. یه جوری جالبه چون قراره 2 تا خونه داشته باشم و وسایلامو بینشون تقسیم کنم و بعضی چیزا رو نمیتونم هی بیارم ببرم و جالبه. جامدادی که قراره ببرم دانشگاه اینه. اینا من وقتی ابتدایی بودم خریده بودم اون زمانی که همه از این جامدادی ها میخریدم و دلم نیومد که ببرمش مدرسه. اینجوری بودم که میبرم خراب میشه، استفاده نکنم از چیزی که دوست دارم. ولی خب بزرگ شدم و عقایدم تغییر کرده، قراره بمیرم و نمیتونم اینو ببرم با خودم تو قبر. بچه پول نیافتاد یه بار دیگه. من این وسط باید واسه پسیجوان که کتابش رو تمام کردیم من بخونم. استاد قرار امتحان بگیره و نمیدونم چجوری درس بخونم برای امتحان. نتیجه 6 ماه بیکاری مطلق. بریم یه چایی بخوریم. بچه ساعت 6 صبح با مداد نخوابیدم. به نظرتون برم دانشگاه درست میشه؟
ما کلاس رو تشکیل دادیم با خودم شد 3 نفر خوش گذشت. بله خیلی ممنون. گود بای. سی لتر. خیلی ممنون. بچه ولنتاین آیسا ایشالله ولنتاین بعدی. هپی ولنتاین. خیلی همینم ندارم. می اند هو روزی که همه باکس استوری میکنن ما غذا استوری میکنم. چیرز به چیرز خودمون واقعا. اولین کلاس با موفقیت به اتمام رسید. کلاس 3 ساعته رو 1 ساعته تموم کردیم. استاد اینجوری بود که برین دیگه همینقدر بستونه. زندگی دانشجویی. بعد نهار ناقابل قرمه سبزی میل کردم و الان برای کلاس دیرم شده دارم بدو میرم که برسم بلکه قبل اینکه تموم شه. بچه نمیتونم کلاس رو پیدا کنم. نمیتونم. هیچکی نیست بپرسم. عاشق این کارم. آره عالیه. جلوه های بصری.